درودی مرا بپذیرید بینندگان وفادار رادیو آزادی و کاربران بینهایت گرامی آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب و همه اون عزیزانی که این لحظه ها در روبروی کامراشون مرا تماشا دارند. شعلای گلخوجه رو که هر صبح در خدمت شما هستم با خبرهای تازه از قرارگاه مرکزی رادیو آزادی در شهر پراگ. صبح امروز در اینجا خیلی سرد است و باید بگم که روزانه باران میبارد در پراگ و حرارت همگی 7 درجه خواهد بود و اصلا هوای بارانی است و هوای بهاری نیست متاسفانه و فکر میکنم در هر بود و هوا شما همیشه با ما خواهید بود و خبرهای تازه را از رادیوی آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه است 15 می و همین گونه نگاه میاندازیم به بود و هوا در روسیه و تاجیکستان. در مسکو نیز هوا بارانی است ولی در کیوس و پراگ گرم یعنی روزانه تا 21 درجه خواهد شد امروز، ولی در سنت پترزبورگ برعکس هوا صاف و بی‌غبار و در دوام روز 13 درجه گرم می شود. در دوشنبه باشد هوای امروز ابری و بباریش است، گرمی از 27 تا 29 درجه خواهد بود. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی و خورشید کریم زاده رئیس خدمات گمرکی تاجیکستان برای به طور دخلدار اجرا نکردن وظیفه‌های خدمتی و منصبی رسما تنبیه گرفتند. امر رئیس جمهوری تاجیکستان در این باره روز 14 می صادر شد. با عین اتهام سه معاون رئیس بانک ملی از جمله جمال‌الدین نورعلیев داماد پرزیدنت تاجیکستان و سه معاون رئیس خدمات گمرک نیز جزا گرفتند. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان گفت روز سه‌شنبه سردار آژانس سقراط اجتماعی و نفقه تاجیکستان سفرعلی نجم الدینوف با تمام معاونانش برکنار شده. به جای او دلمراد دولتزاده رئیس پیشین پالاتای حسابی تاجیکستان آمده است. مجازات این منصبداران در حالی است که آنها در مجلس روز 10 می برای کمبودها زیر تنقید شدید امالی رحمان قرار گرفتند، ولی امر تنبیه آنها طوری می‌بینیم تنها پس از 4 روز این جلسه صادر شده است. بعضی از کارشناسان میگویند رئیس جمهور به احتمال زیاد به واکنش‌های تند ساکنان در شبکه‌های اجتماعی جواب داده است که از عوف منصبداران و زیردستان آنها به شدت انتقاد کردند. بر اساس قرار حکومت تاجیکستان خورشید قربانزاده نیز از مقام سرداری خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات وزارت نقلیات آزاد شده است. به جای او معاون وزیر نقلیات شیرعلی گنجالزاده را تعیین کردند. این چنین روز سه‌شنبه با قرارهای حکومت تاجیکستان پولوجان یوسفی و لالا سفرزاده از وظیفه معاون رئیس کمیته اندازه تاجیکستان برکنار گردیدند. برخی تحلیلگران تاجیک میگویند برگزاری جلسه 10 می با متصدیان بخش مالی کشور در مرحله سال پیش از 2 انتخابات مهم با نیت دلگرم کردن مردم، بالا بردن میزان اعتماد به پرزیدنت و همین گونه نمایش قاطعیت او با مقامداران فسادکار و اذیت کننده مردم می باشد. خبرگزاری تاس روسیه از محکمه حفظ‌زاده تاجیکستان گزارش داد که به تحریزی حمله تروریستی متهم می‌شوند. به نوشته این خبرگزاری محکمه فروجان نوزیموف طبیب سابق شفاخانه رقم 91 در شهر سنت پترزبورگ، جمعخان بایمونوف، عبدالغفور رائوپوف، محمدی بابایاروف، سهرابجان نوزیموف و امرجان رائوپوف روز 14 می در دادگاه نظامی شهر مسکو شروع شده است. خبرگزاری تاس گفته است به غیر از 2 متهم که ارتباط با جنایت را اعتراف کردند، دیگر 5 نفر گفتند که هیچ گناهی ندارند و اتهامات بی اساس است. خبرنگاری تاس گفته است حفظ‌زاده تاجیکستان و طرفداران گروه دولت اسلامی بهار سال 2017 جمع شده و نقشه عملی تروریستی در روی قطار بلندسرعت سبسند را کشیدند. بازم به نوشته همین خبرگزاری هدف آنها اعتراض به عملیات نظامی روسیه در سوریه بوده است. به گفته مباحثشان زادگان تاجیکستان که معلوم نیست شهروند روسیه هم هستند یا نه، قصد داشتند بعد انجام عملیات تروریستی ویدیویی را با درخواست بیرون کردن نیروهای روسیه از سوریه نشر کنند. خبرنگاری تاس با تکیه به پرونده جنایی نوشته است که متهمان به جنایت روز 7 ایول سال 2017 با گذاشتن یک آلات فلزی روی راه آهن خواستند که آن از راهش خارج شود و به قطار مقابل برخورد. در نتیجه این قطار به آهن برخورده ولی از راهش خارج نشده است. تنها 5 واگن آن آسیب دیدند و شرکت راه آهن 55 میلیون روبل زیان دیده است.
با نوشته خبرگزاری بعد این عملیات ناکام گروه مذکور خواستند ترکیش انجام دهند ولی هنگام تحقیق حادثه در روی آهن آنها را آشکار و بازداشت نمودند. محکمت تا آخر همین ماه ادامه میکند. مقامات تاجیکستان هنوز به این پرونده واکنش نشان ندادند. محمود عباس رهبر فلسطین باری اول به تاجیکستان خواهد آمد. قرار است که او 15 یونی امسال در یک نشست بین المللی در دوشنبه اشتراک کند. یک منبع در نهادهای دولتی تاجیکستان روز 14 می سفر محمود عباس را به دوشنبه تصدیق کرد. او گفت در نشست مشورت‌های همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا نمایندگان بیش از 40 دولت دنیا اشتراک می‌کنند. ریاض مالکی وزیر امور خارجه فلسطین نیز به خبرگزاری‌ها گفته است محمود عباس در حوشه این نشست با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ملاقات خواهد کرد. تاجیکستان با فلسطین همکاری‌های چندان زیاد ندارد. رابطه دیپلماتی دو طرف از ماه مارس سال 1992 آغاز یافته است. قرارگاه سفیر فلسطین در تاجیکستان در شهر تاشکند ازبکستان است. در گذشته مقامات تاجیکستان گفته بودند که دوشنبه همیشه جانبداری مبارزه آزادی‌خواهی مردم فلسطین بود و میباشد و بین سران دو دولت مکاتبه و مبادله منتظم پیام‌های تبریکی وجود دارد. خب نگاه میاندازیم به خبرهای جهانی و بازم برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. کاتب دولتی آمریکا مایک پامپئو به روسیه هشدار داد که از دخالت در انتخابات پرزیدنتی سال آینده در آمریکا خودداری کند. وزیر کار خارجه روسیه سرگئی لاوروف باشد تلاش‌های تشکیل حکومت نو در ونزوئلا را به جنگ آمریکا در عراق شباهت داد. اظهارات پامپئو و لاوروف روز 14 می در شهر سوچی بعد از ملاقات آنها پخش شد. دو رهبر احیای روابط آمریکا و روسیه، نزاع در اوکراین، سوریه، ونزوئلا و مسائل دیگر را بررسی کردند. بعد انجام گزارشی دادستان روبرت میولر درباره دخالت احتمالی روسیه به انتخابات پرزیدنتی سال 2016، پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ می‌خواهد صحیفه نوی را در روابط آمریکا و روسیه باز نماید. ترامپ تحقیقات میولر را با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین بررسی کرد. 13 می دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت او می‌خواهد ماه آینده در چارچوب ملاقات 20 کشور پیشرفته عالم در ژاپن با پوتین سر میز مذاکرات نشیند. روز 14 می بعد ملاقات با پامپئو ولادیمیر پوتین گفت او جانبدار احیای کامل روابط مسکو با واشنگتن میباشد و فکر میکند که ترامپ نیز خواهشمند احیای کامل روابط است. و بینندگان عزیز، چند دقیقه پیش دفتر مطبوعاتی پرزیدنت قرقیزستان سورونبای جینبکوف خبر داد که رهبر قرقیز استعفای رئیس کمیته دولتی امنیتی این کشور ادریس قادرقولوف را قبول کرد. خبرگزاری تاس روسیه میگوید ادریس قادرقولوف با خواهش خود به استعفا رفته است و تفصیلات بیشتر را احتمالاً در دوام روز برای شما خواهیم گفت. و در این قسمتی برنامه و قبل از ادامه صحبت میخواستم به شما درباره تقدیر تلخی گلبگیم رحمان و بار دیگر یادآوری نمایم. جسد این مهاجر زن تاجیک روز گذشته بعد انتقال یافتن از روسیه در شهر دوشنبه به خاک سپریده شد. از گلبگیم 29 ساله دو طفل خردسال یتیم ماند و دیروز در برنامه خبری همکاران ما درباره او یک گزارش مفصلی داشتند که آن را تا این لحظه ها نزدیک اگر خطا نکنم 300,000 بیننده تماشا کرده است و شما نیز اگر خواستید می توانید این گزارش را یا در برنامه خبری دیروزه و یا در شکل علاهیده در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. در ادامه موضوع مربوط به حیات مهاجران، سلیمان سعیدов شهروند تاجیکستان به دادگاه اروپایی اوید به حقوق انسان مراجعت کرده است. شکایت سعیدов از تفتیشات بی‌ثمر مقامات روس وابسته به پرونده جنایتی مربوط به قصد کشتار او میباشد. سعیدов گفته است مقامات روس در زمینه بیگانه‌ستیزی و نفرت به ملت غیر صورت گرفتن این حمله را صرف نظر کردند. سلیمان سعیدов روز 8 اپریل سال 2016 در مترو مسکو هدف حمله یک مرد 59 ساله مسلح با تفنگچه تравматیکی قرار گرفت. الک تساریوف در پی مناقشه با سلیمان و دو درزاده‌اش تفنگچه خود را بیرون کشیده با این ادعا که اینجا جای تو نیست و بعد از 3 دقیقه کشته می شود به سر مهاجر تاجیک چند تیر خالی کرد. پدر 4 فرزند در پی حمله مسلحانه از یک چشمش محروم شد و در جای این چشم پرتز گذاشتند. سال 2018 دادگاه حکمی نویه چریموشکسکین که شهر مسکو مردی حملگر به
و شهروند تاجیکستان را گناهکار اعتراف کرده او را به 10 سال و 3 ماه زندان نظامش سنگین محکوم نمود و دادگاه گفت که سریوف این حمله را در حالت مستی انجام داده است. یک سازمان عمومی حقوق انسان بازداشت شراف‌الدین گدایی فعال مخالفین تاجیک را نمونه ترسناک سوء استفاده از اینترپول برای تعقیب پناهجویان و همچنین خبرنگاران و حامیان حقوق و رهبران مخالفان سیاسی نامیده است. سازمان فایر ترایلز یا محاکمه‌های عادلانه روز 13 می با نشر بیانیه رسمی گفت که مقامات تاجیکستان درخواست بازداشت از اینترپول را برای تعقیب مخالفان خود استفاده کردند. این سازمان در لندن و بروکسل و واشنگتن قرارگاه دارد و برای حمایت از حقوق پناهجویان و افراد دیگر اندیش که بیگناه تعقیب میشوند یاری میرساند. مقامات تاجیکستان تعقیب مخالفان سیاسی را رد میکنند البته و آنها میگویند این افراد برای جنایت هایی که صادر کردند تعقیب میشوند و درخواست از اینترپول هم در این زمینه صورت میگیرد. باید گفت که شراف‌الدین گدایف یکی از فعالان مخالفان تاجیک سال 2012 کشور را ترک کرده فعلا در هلند زندگی میکند و در آنجا سند پناهندگی گرفته است. او ماه فوریه امسال هنگام سفرش به مسکو از طرف ماموران امنیتی روسیه دستگیر و زوراً به تاجیکستان برده شد. سازمان فایر ترایلز میگوید در مورد گدایف تاجیکستان به طور واضح سیاست اینترپول را درباره پناهجویان نقض کرده است. در خارج تاجیکستان اساساً در کشورهای اروپایی دهها تاجیکستانیان زندگی میکنند که میگویند در پی سرکوب شدن مخالفان و محدود گردیدن فضای سیاسی در کشور در این دولت‌ها پناهنده شدند. در میان آنها اعضای حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، گروه 24 ژورنالیستان و وکیلان دفاع، فعالان جامعه شهروندی میباشند. سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق میگویند که بعد انتخابات پرزیدنتی سال 2013 فضای سیاسی تاجیکستان محدود شد و در انتخابات پارلمانی 2 سال بعدش هیچ یک حزب مخالف حکومت به عضویت مجلس راه نیافت. و یک خبری فرهنگی هم داریم بینندگان عزیز. دیروز در شهر تل آویو اسرائیل آزمون هنری ایوروویژن و یا ایوروویژن 2019 آغاز یافت. در دور اولی نیم فینالی آوازخوان‌های 17 کشور اشتراک داشتند. از بین آنها 17 نفر به هنرنمایی نهایی راه یافتند. پگاه یعنی 16 می 12 اشتراکچی فینال معین میشوند. دور نهایی 18 می دایر میگردد. آوازخوان از اسرائیل مستقیما در فینال اشتراک میکند زیرا سال گذشته نماینده‌اش در این آزمون پیروز شده بود و امسال میزبان آن است. بر علاوه 5 کشور اروپایی که پایه‌گذار ایوروویژن میباشند دائما مستقیما راحت فینالی میگیرند و باید گفت که بار اول این سبقت موسیقی در سال 1956 آغاز یافت و همه ساله در کشور پیروز صورت میگیرد. و اکنون چون همیشه یعنی در پایان صحبت نگاهی خواهیم انداخت به قرب اسعار خارجی در تاجیکستان که از سوی بانک ملی تعیین می شود و برای امروز قرب چنین است: $1 9 سومونی و 43 درم، 1 یورو 10 سومونی و 58 درم و 1000 روبل روسی برابر است به 144 سومونی و 50 درم. با سپاس از یک شما بینندگان عزیز برای همراهی که در 13 دقیقه ما را گوش کردید و فکر میکنم با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان توانستید که آشنا شوید و همین گونه من همه شما را در جریان روز بازم در پخش‌های مستقیمی من بعد در سرخط خبرها و همین گونه در برنامه خبری با خبرهای تازه و گزارش‌های جالب باوری دارم که شما را خواهم دید و تشکر می‌کنم از همراهی شما. سپاس برای همکاری و بار دیگر منت داریم به همه آنهایی که تا این لحظه برای ما ویدیو و عکس و همچنین پیشنهادهای خود را دریغ نمی‌دارند. روزی خوب داشته باشید و تا ملاقات بعدی. خدا نگهدار.